خاندایی چه خبر؟ چرا نفس میزنی؟ دایی موقع اومدن اتوبوس همشون پر بود، مجبور شدم 3 ایستگاه پا به پای اتوبوس بدوم. تو این گرما دویدی؟ چاره ای نداشتم دایی، فقط وسطایی را بدجوری اتشم گرفت. رفتم کیسک اهدای خون که یه آب میوه خانک گیر دی جونت بیاد. یعنی به خاطر آب میوه رفتی خون دادی؟ آره دایی، 1 کیسه خون دادم ولی 2 کیسه خون بهم زدن تا به هوش بیام. یه بحث پسته و 2 سیخ جیگرم برام گرفتن. امدادگره گفت یه بار دیگه این برا پیدات بشه میکشمت. نمیدونم چرا اعصاب نداشت. خاندایی شما با این بدن لاغر نباید خون بدی، باید خون بگیری، چیزای مقوی بخوری. دایی تو این مملکت چیزای مقوی سایز جیب کارگران نیست. دیروز 2 کیلو خرما خریدم برای انبات 70,000 تومن و از طوری شده که علاوه بر فامیلای زنده باید با انباتمونم کات کنیم دایی. خاندایی گرونی بدجور تو سفره ما هم تاثیر گذاشته. امروز به مامانم گفتم نهار چی داریم؟ گفت مرغ. بعد تخم مرغ گذاشت جلومون. گفتم این که تخم مرغه. گفت اگه بهش فرصت میدادن میتونست مرغ بشه. بخور حرف نزن. ای بی نداره دایی، مامانت حق داره. مرغ شده کیلوی 20,000 تومن. میدونی یعنی چی؟ یعنی جوجه هایی که کشتن دیهشون رو دارن از ما میگیرن. هر کیلو مرغ $1. یعنی یارانه یک ما $2؟ به زودی گمدرم میشه دایی. الان اگه تو بری تو هر کشوری بگی من از طرف دولت ماهی $2 یارانه میگیرم، یا سری بهت پناهندگی میدن یا با گوله میزننت که دیگه زجر نکشی. خب دایی تا اون 2 کیسه خونت دست نرفته خبرترین رو بخون ببینم چی داری. الان میخونم خاندایی. مشکل گشاترین اظهار نظر پامنقلی. روحانی گفت باید هر کس بتواند پشت بام خانه‌اش را تبدیل به نیروگاه خورشیدی کند، هم برق مورد نیاز خودش را استفاده کند و هم اضافه آن را به دولت بفروشد. باشه بذار یارانمونه بگیری بعد. دایی ببین نگفته برق اضافی رو تو پاکت بریزیم یا تو کیسه؟ نه دایی مشخص نکرده، فقط گفته از پشت بوم خونه هاتون برق خورشیدی بگیرید. آخه کدوم خونه؟ آقای شیاد صدقه سر نظامتون الان مردم رو پشت بومه ها چادر زدن دارن اونجا زندگی میکنن، بابتش روزی 50 تومن هم اجاره میدن. خاندایی اینا طرح و ایده هاشون از کجا در میارن؟ از پای منقل اوزما. اون از احمدی نژاد که زیر زمینه رو هسته‌ای کرد، اینم از روحانی که پشت بوما رو خورشیدی. این مشنگ باید اول طرح کاش تخم مرغ روی پشت بوما رو حساب میزد تا از بحران تخم مرغ در بیاییم، بعد میرفت سراغ برق خورشیدی. دایی بریم پیش آقا جون که تنها نمونه. بریم خاندایی.